دومین قسمت ولاگ کنسرت‌های انزلی رو با کنسرت عرفان طهماسبی ادامه میدیم. صدای زیبا و قدرتمند که از جنوب به شمال کشور رسید. عرفان طهماسبی در حال حاضر در سبک خودش نامبروان ایران. شما شاهد رکورد شکنی طهماسبی تو شمال کشور هستید. عرفان در تور شمال کشور که اولین کنسرتش در انزلی برگزار شده، موفق شد تا رکورد جدیدی از فروش بلیت رو به نام خودش ثبت کنه. اون قرار 8 سانس در سالن همایش‌های منطقه آزاد انزلی برای هوادارانش اجرای زنده داشته باشه. در طول این 4 روز اون برای بیش از 10,000 نفر از مخاطبینش برنامه اجرا میکنه. قبل از عرفان طهماسبی هم محسن یگانه تونسته بود با اجرای 6 سانس در 3 روز رکورد شکنی کنه. پر حرفی بسته، بریم با هم بخشایی از این کنسرت رو تو این ولاگ ببینیم.
دل و روشنی جیان